خوش اومدین به دوره آمادگی آزمون تستاف و اولین ویدیو از مجموعه ویدیوهای دوره آموزشی. این ویدیو قرار بیشتر حالت معارفه داشته باشه، ما بگیم که قرار تو این دوره چی کار بکنیم، چه چیزایی رو قرار کاور بکنیم و شما با دیدن این ویدیو میتونید متوجه بشین که این دوره مناسب شما هست یا خیر. در ابتدا بگیم که این دوره مناسب چه کساییه. مناسب افرادی که سطح بتسوای رو تموم کردن، مناسب افرادی که هنوز نمیدونن چه آزمونی مناسبشونه، مناسب افرادی که آزمونشون رو انتخاب کردن و نوع تستافشون رو مشخص کردن اما هنوز نمیدونن منابع چیه، چطوری باید بخونن، روزی چقدر باید بخونن. مناسب افرادی که توی روش خوندن و روش مطالعه کمی گیج شدن، تعداد منابع زیاده، هر کسی یه توضیحی میده راجع به منابع. و در نهایت راجع به کسایی که دنبال تکنیک‌ها و استراتژی‌های پاسخ دادن به هر آفتاب توی آزمون هستن. مثلا برای حقوقاً چیکار کنیم، برای اکسپلوریشن چیکار کنیم. ما قراره تو این دوره همینجور که اینجا دارین از سرفصل‌ها می‌بینید چندین مورد رو با هم دیگه بررسی بکنیم. تفاوت آزمون دیجیتال و کاغذی که خب این ویدیو هم رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. منابع اصلی هر آزمون، منابع کمکی، لینک ها و سایت های مفید که خب معمولا بچه ها خیلی میگردن دنبال لینک ها این ور اون ور و گیج میشن، ما اینجا همه رو یه جا میاریم. چقدر بخونیم، چطور بخونیم، روزی چند ساعت بخونیم، این سوال خیلی از شماست. کسایی که هستن که واقعا نشستن همه منابع رو خوندن، تعدادشون خیلی انگشت شماره، ولی خب اگر ما همه منابع رو خوندیم بعدش چی کار کنیم؟ یا اصلا نه، وقتمون خیلی کمه تا آزمون نمیرسیم همه منابع رو بخونیم، چطوری اولویت گذاری کنیم؟ یکی نمونه آزمون رو با هم بررسی میکنیم، تحلیل نمیکنیم ولی بررسی میکنیم که هر آفتابه از ما چی میخواد، لزن آزمون چیه، حقوق آزمون چیه، شغایبنش چجوریه. چون شما وقتی اینها رو بدونید بهتر میدونید که چطوری هم باید مطالعه داشته باشین. تکنیک های تخصصی و استراتژی های تخصصی برای لزن به شما یاد میدیم، استراتژی های تخصصی برای حقوقاً به شما یاد میدیم. شغایبن به شما میگیم چطوری باید تمرین بکنید، خودتون رو آماده بکنید. شپقشن به شما میگیم چطوری کار بکنید که به مرور شپقشن شما بهتر بشه. راجع به استرس و آمادگی سازی روانی، ذهنی، اون بازی رو که داریم آماده میشیم تا آزمون، اون چند ماه رو چه کار بکنیم. پشتیبانی تا شرایط پشتیبانی تا آزمون رو برای شما توضیح میدیم و در نهایت سوالای کلی شما، سوالای متداول شما. اما با من در ارتباط باشین. اگه دوره رو تهیه کردین با من در ارتباط باشین، مرتب سوال بپرسین. اول اینکه همه ویدیوها رو باید ببینید. من الان که امروز دارم این ویدیو رو میذارم توی کانال، دیگه قراره از امروز روزی یه دونه ویدیو داخل کانال گذاشته بشه. ویدیوها یه چیزی بین 20 دقیقه، نیم ساعت خواهند بود و حالا هر ویدیویی که گذاشته بشه منابع مرتبط باهاش هم پشت سرش میاد داخل کانال قرار میگیره. با من در ارتباط باشین، ویدیوها رو ببینید، سوال بپرسید، خودتون رو به چالش بکشین. دیگه این دوره رو تهیه کردین دیگه و من در کنار شمام تا روز آزمونتون. حالا بعداً ویدیوها رو ببینید متوجه میشید شما قراره برای من شغایبن بفرستین، شما قراره برای من شپقشن بفرستین و قراره از من فیدبک بگیرین که چطوری بهترش بکنید، کجاها رو کار بکنید، کجاها رو کار نکنید. این چون سوال خیلیاتون هست و همیشه از من میپرسید، اینو براتون بگم که خیلی هم میپرسن که من سطحم بتسوایه یا بتسوای تموم کردم یا 2 ماه دیگه بتسوای تموم میکنم، من میتونم آزمون تستاف بدم؟ بله، چرا که نتونیم، میشه، ولی روش داره. شما باید این بازه بین بتسوای و سه آینس رو بتونید به صورت فشرده توی 1-2 ماه با خوندن یه سری منابعی که حالا ما داخل همین دوره معرفی میکنیم پر کنید. یعنی اگر به طور مثال یک فرد که سه آینس هست مثلا 5000 لغت به اضافه n بلده، شما سطحتون بتسوای هست و مثلا 3000 لغت به اضافه n بلدید، باید اون گپ 2000 تا لغت رو پر کنید. این یه نمونهشه فقط برای لغت. گرامر هست، قدمیتل هست. خب این چجوری امکان داره؟ ما اینو میگیم توی دوره، ما میگیم چطوری فشرده 1 ماه 2 ماه این کار رو بکنید، گپتون رو پر بکنید که آماده آزمون تستاف بشید. تستاف قول نیست، ازش قول ساختن.
خیلی ها تونستن و از پسش بر اومدن، پس شما هم میتونید. خیلی ها با سطح بتسوای تونستن، خیلی هم بودن با سطح سه تونستن. پس به تنهایی سطح شما با اون کتاب آموزشگاهی که گذروندید ملاک نخواهد بود برای موفقیت شما. موفقیت شما بسته به تلاش شما، به اراده شما و به پیگیری مستمر شما داره. این دوره‌ای که من تهیه کردم کامل ترین دوره‌ایه که شما میتونید پیدا بکنید که همه مطالب رو یک جا برای شما گفته باشه، جسته گریخته نباشه، شما نخواهی یه جا بگردی دنبال منابع، یه جا دیگه بگردی دنبال استراتژی‌ها، یه جای دیگه بگردی دنبال جزوه‌ها. همه و همه با هم کنار هم قرار میگیره و دیگه وقت شما برای سرچ کردن و تحقیق کردن سیو میشه. همین دیگه، همین برای ویدیوی معارفه کافیه. من فائزه گرامی هستم، کارشناس ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و خب دارای مدرک سه تستاف. به خیلی ها مشاوره دادم، خیلی از شاگردای من آزمون رو قبول شدن و تقریبا میتونم بگم دیگه الان قلق بچه ها دستمه. قلق یک آدم استرسی، قلق یک آدمی که منتور کنار خودش میخواد، یا قلق کسی که دنبال برنامه ریزیه، دنبال کسی میگرده که بهش برنامه بده، قلق آدمای وسواسی، اونایی که باید خط به خط کلماتو بخونن. اگه جزء این دسته از افراد و کتگوری‌ها هستین و دنبال یه نفر میگردید که بتونه برای شما هم راهکار داشته باشه، دوره درستی رو انتخاب کردین. با ما همراه باشین توی کانال، ویدیوها روزانه قرار خواهد گرفت. بیست بعد